بسیاری از دوستا پرسان میکنن که چطور ما میتونیم تیک تاک پروفشنال بسازیم. اصلا بنام پروفشنال چیزی وجود داره یا نه که بتونیم ازش درآمد بکنیم. ببینید، اگر شما در آلمان زندگی میکنین یا کشورهایی که از تیک تاک میشه درآمد کرد زندگی میکنین، زمانی که شما تیک تاک میسازین، چی پرسونال اکانت باشه و چی بیزنس اکانت باشه، شما میتونین درآمد بکنین. زمانی که شرایطش پوره کردین، همون 10,000 فالوور پوره کردین، بیننده زیاد داشتین، میتونین درآمد بکنین. اما اگر در افغانستان هستین و کسی را دارین در آلمان یا در کشورهایی که تیک تاک اونجا میشه درآمد کرد ازش، از او بخواین که برای شما اونجا اول اکانت ها بسازن، بعد برای شما تحویل بدن و شما میتونین از افغانستان هم فعالیت بکنین. مهم است که در بخش اکانت ریگیون برای شما نوشته باشه که جرمنی یا هر کشور دیگه‌ای که میشه ازش درآمد کرد از تیک تاک در اون کشور. این مهم است. بازم میگم، چی پرسونال اکانت باشه چی بیزنس اکانت باشه، شما میتونین درآمد بکنین. اما این پروفشنالی که برای شما میگن، من براتون راهنمایی میکنم که چطور شما میتونین امی اکانت نرمالتون به بیزنس یا مو پروفشنال تبدیل بکنین. پس ویدیو رو حتما تا آخر نگاه بکنین. ببینید دوستان گرامی، این تیک تاک 8495 فالوور داره ولی هیچ ویدیویی نداره چون ویدیوش حذف شده. و اینجا اگر شما روش کلیک بکنین، تیک تاک استودیو رو روش بزنین، اینجا میبینین که شرایط درآمدزایی رو داره. وقتی اگر اینی گزینه اگر اینجا فعال باشه، کریتور ریوارد پروگرام، این به این معناست که شما میتونین از این تیک تاک درآمد بکنین. حالا اینجا میریم بخش سیتینگ، روی اکانت کلیک میکنیم، اکانت انفورماسیون یا انفورمیشن روی ازی کلیک میکنیم، میبینید اکانت ریگیون اینجا نوشته است جرمنی، یعنی این اکانت در جرمنی ساخته شده. به خاطر شرایط درآمدزایی را داره. حالا اون پروفشنالی که برای شما میگن، اصلا برای پروفشنال چیزی وجود نداره. اینجا نوشته است سویچ تو بیزنس اکانت، روی ازی کلیک میکنین، نکست میزنین، دوباره نکست میزنین، دوباره نکست میزنین، نکست. و اینجا شما باید از کاتگوری را برای خودتان انتخاب بکنین، در چی کاتگوری شما فعالیت میکنین. از اینا شما باید از انتخاب بکنین. من اینجا میزنم پرسونال بلاگ، روی ازی کلیک میکنم، نکست میزنم و اینجا ایمیل مرا از پیشم میخواد، ایمیل ما میزنم، دوباره اد میزنم و اینجا روی ازی کلیک میکنم. اکانت ما به پروفشنال یا اون بیزنس اکانت تبدیل شد. همونطور که گفتم، بدون از این هم میشد که شما درآمد بکنین. بدون از این که به بیزنس اکانت تبدیل بکنین، بازم شما میتونین درآمد بکنین. اما بیزنس اکانت برای شما امکانات بیشتری میده. کاتگوری که شما فعالیت میکنین میتونین انتخاب بکنین، هر کاتگوری رو که شما خواستین میتونین انتخاب بکنین. و در این قسمت شما میتونین لینک اضافه بکنین اگر فروشاتی دارین. و اینجا تیک تاک برای شما یک لینک هم ساخته، شما میتونین این لینک به اشتراک بگذارین که هر کس بتونه از طریق این لینک شما رو پیدا بکنه یا براتون مسیج بکنه. این هم بود طریقه تبدیل کردن پرسونال اکانت به بیزنس اکانت یا همون پروفشنالی که مردم میگن. حالا دوباره من میخوام این رو تبدیلش بکنم به همون پرسونال اکانت. روی اکانت کلیک میکنم، اکانت انفورمیشن، خب سویچ تو پرسونال اکانت، دوباره تبدیل شد به اون پرسونال اکانت. چی پرسونال اکانت باشه چی بیزنس اکانت باشه، چون این اکانت در جرمنی ساخته شده، میتونین ازش درآمد بکنین. پس اگر شما میخواین که از تیک تاک درآمد بکنین، باید از کسی که در جرمنی زندگی میکنه برای شما یک اکانت بسازه، یا ببینین کدام کشورها برای بازدید تیک تاک، برای بازدید ویدیو پول میده، باید از اون کشور برای شما تیک تاک بسازن. اگر شما اکانتی دارین که در افغانستان ساخته شده، بخش ریگیونی شما نوشته است افغانستان، چی فالوور زیاد داشته باشین چی کم، فعالیت در او بیهوده است، یعنی هیچ فایده ای نداره. هر چقدر بیننده هم داشته باشین فایده ای نداره، شما بر اساس بازدید هیچ درآمدی کسب نمیکنین. پس بهتر است کسی را شما در جرمنی داشته باشین، امریکا داشته باشین، یا کشورهایی که برای تیک تاک پول میتن، یعنی برای بازدید تیک تاک پول میتن. از این کشورها برای شما فامیلتان یک اکانت بسازه. بعد از او میتونین بعد از مدتی اون اکانت شما بگیرین و از افغانستان هم که شما ویدیو آپلود میکنین
بر اساس بازدید برای شما تیک تاک پول میده و اون پول میتونه کسی که در اینجا در آلمان یا در هر کشور دیگه که قابلیت درآمدزایی از تیک تاک فعال است پول نقد بکنه برای شما بفرسته. از این طریق شما میتونید درآمد بکنین و در بخشی ایمیل میتونین ایمیل خودتون اضافه بکنین و شماره تماس باید از شماره آلمان باشه یا شماره آمریکا باشه یا شماره کشوری که قابلیت درآمدزایی در اون کشور فعال است. اینم بود طریقه فعال کردن تیک تاک به پروفشنال یا همون بیزنس اکاونت. برای پروفشنال چیزی وجود نداره، فقط بیزنس اکاونت است، پرسونال اکاونت است. این همه مردمی که سر صدا را میندازن در تیک تاک که ما اکاونت پروفشنال براتون میسازیم چه کار میکنیم، چنین چیزی وجود نداره. چی پرسونال اکاونت باشد چی بیزنس اکاونت باشد، در این کشورهایی که قابلیت درآمدزایی از تیک تاک فعال است، اونجا اگر شما فعالیت بکنین، اکاونت شما در اون کشور ساخته شده باشه، شما میتونید درآمد بکنید. امیدوار هستم که این ویدیو برای شما مفید واقع بشه. جور و موفق و سربلند باشه.